دیگه. وقتی دست‌های پشت پرده گندم رو خوشه به خوشه و تن به تن وارد کشور میکنه. 6 ماه بعد از اینکه وزیر جهاد کشاورزی از وزیر صنعت خواست دیگه برای واردات گندم سفارش جدید ثبت نکنن، خبر میرسه همچنان سفارش‌های میلیاردی گندم ثبت میشند و بازار رو قبضه کردن. یک ثبت سفارش حدود 2 میلیون تنی جهت واردات گندم انجام شد. و وقتی به ماهای گذشتهش نگاه میکنیم طبق آمار و عدد و رقم‌ها، میبینیم که این 2 میلیون تن در ماه گذشتهش کمتر از 2 میلیون تن بوده و تا به امروز که ماه مرداد ماه رو داریم میگذرونیم شاهد این موضوع هستیم که هنوز بحث واردات رو ما داریم. حالا یا ثبت سفارش قدیممون بوده که در برج 11 به ثبت رسیده یا ثبت سفارش جدید که اینو من اطلاعی در موردش ندارم و تا به امروز این گندم داره وارد کارخانجات آرد میشه.